Take a look at what happened. 13 ژولای 2024 معادل 23 تیر 1403 در باتلر، ایالت پنسیلوانیا. دونالد ترامپ که یک دوره رئیس جمهور آمریکا بود، تصمیم به حضور مجدد در انتخابات گرفته بود و تصمیم میگیره در یک گردهمایی انتخاباتی سخنرانی کنه. تنها چند روز قبل از پذیرش رسمی نامزدی حزب جمهوری‌خواه. اون فقط چند دقیقه از سخنرانی خودش رو انجام داده که ناگهان تیراندازی آغاز میشه. بیایید ببینیم چه اتفاقی افتاد. یادتون که هست ترامپ زخمی شد، اما خب زنده بود. کسی تلاش کرد در روز روشن اون رو ترور کنه. ماجرا اینطور شروع شد. عصر بود و هوا خیلی گرم. ده‌ها هزار نفر اینجا جمع شدن تا ترامپ رو ببینن. پنسیلوانیا یکی از 6 ایالت سرنوشت سازیه که معمولاً روی نتیجه انتخابات تاثیرگذاره. شهر باتلر گرایش شدیدی به جمهوری خواهان داره و شهری کارگریه. ترامپ در میان حامیانش قرار داره. بیشتر اونها روبروی صحنه ایستادن یا نشستن. برخی دیگه روی سکوهای تماشاچیان در مرکز، چپ و یا راست نشستن. اعضای تیم پشتیبانی ترامپ و نیروهای امنیتی اون از جمله مأموران سرویس مخفی درست در کنار صحنه حضور دارن. پشت سر اون 3 تا ساختمان بزرگ قرار داره. روی پشت بام ساختمان سمت چپ و ساختمان سمت راست تک تیراندازهای سرویس مخفی آمریکا مستقر هستند. اونا به طور مداوم محیط اطراف رو زیر نظر دارن و به دنبال تهدیدهای احتمالی میگردن. تو این ویدیو که توسط یکی از حاضران ضبط شده میشه اونا رو دید. ترامپ سخنرانی خودش رو آغاز میکنه. همه چیز خیلی عادی به نظر میرسه. اون به سمت راست برمیگرده و به نموداری اشاره میکنه که آمار عبور از مرزها رو نشون میده. همزمان چند نفر در میان جمعیت متوجه مردی مسلح روی پشت بام ساختمانی در نزدیکی میشن. فریاد میزنن اون اسلحه داره. اما دیگه خیلی دیر شده. ناگهان گلوله‌ها به پرواز در میان. حتی تصویر یکی از گلوله‌ها توی دوربین ثبت میشه. ساختمان دیگه حدود 120 متر در شمال صحنه. تیرها از اینجا شلیک میشن. از روی پشت بام. تیرانداز توماس متیو کروکس فقط 20 سال سن داره. اون به یک تفنگ نیمه خودکار AR-15 مسلح. این سلاح به صورت قانونی توسط پدرش خریده شده بود. ابتدا ظاهرا یک رگبار صدایی شد. ترامپ دستش رو بالا میبره. اولین گلوله بخش بالای گوش راستش رو سوراخ میکنه. اون بعداً گفت که چرخیدن به سمت راست درست در همون لحظه جونش رو نجات داده بود. گلوله به جای برخورد به سرش از کنار اون عبور میکنه. اون پشت تریبون خم میشه. از ظرف 3 تا 4 ثانیه پس از اولین شلیک ماموران سرویس مخفی به سرعت دور رئیس جمهور سابق جمع میشن و با بدنشون از ترامپ محافظت میکنن. توماس کروکس بلافاصله 5 گلوله دیگه شلیک میکنه. درست پیش از نخستین شلیک توماس به نظر میرسه یکی از تک تیراندازهای مستقر روی پشت بام سمت چپ در پشت ترامپ تیرانداز رو شناسایی کرده و آماده پاسخ میشه. برخی رسانه‌ها گزارش دادن که همین تک تیراندازها کروکس رو از پا درآوردن. در حالی که سرویس مخفی تایید کرده نیروهای اونها مهاجم رو خنثی کردن. خلاصه اینکه توماس کروکس کشته شد. تیرانداز همچنین افرادی که روی سکوهای تماشاچیان بودن هدف قرار داد. یک مرد کشته شد، کوری کامپراتوری 50 ساله. 2 نفر دیگه هم به شدت مجروح شدند. در حالی که میکروفون ترامپ همچنان روشن بود، میتونیم مکالمات پرتنش بین ماموران رو بشنویم. Are we good to move? Let's move. Let's move. We're clear. Come on. Let me get my shoes. Got you, sir. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. فقط بعد از حدود 42 ثانیه پس از آغاز تیراندازی توسط کروکس اونا تایید میکنن که مهاجم از پا در اومده. بعد از اون آماده میشن تا ترامپ رو به یک خودروی زرهی منتقل کنن.
حدود 75 ثانیه بعد از اون که به زمین خم شد، ترامپ مشت خودش رو بالا میبره. اون کلمات بجنگید، بجنگید و بجنگید رو به زبون میاره. تصاویر حاصل از این لحظه بلافاصله در سراسر جهان منتشر میشه. جمعیت در حالی که ترامپ با صورتی خونالود صحنه رو ترک میکنه، شروع به تشویق اون میکنن. بعد از اون ترامپ به بیمارستان منتقل میشه. بعداً همون شب اون با هواپیما و با سلامت کامل به نیوجرسی منتقل میشه. چند تا سوال در این اتفاق وجود داره که بی پاسخ موندن. چرا نیروهای امنیتی نتونستن از این حمله جلوگیری کنن؟ تحلیل‌هایی در شبکه اجتماعی ایکس نشون میده که دست کم تک تیراندازهای مستقر روی پشت بام پشت سر ترامپ احتمالاً در حال رصد تهدیدهای دورتر بودن و شاید مسئولیت این پشت بام خاص بر عهده نیروهای امنیتی دیگه‌ای بوده. البته که این ادعای تایید شده نیست. چرا محافظای ترامپ روی پشت بام این ساختمان نبودن؟ انگیزه توماس چی بود؟ این تیرانداز در سوابق عمومی دادگاه‌های پنسیلوانیا هیچ سابقه کیفری نداشت. نیویورک تایمز سابقه ثبت نام رأی‌دهی اون رو پیدا کرد. این اطلاعات نشون میده که اون خودش رو به عنوان یک جمهوری‌خواه ثبت نام کرده بود. همچنین مشخص شد که اون در سال 2021 مبلغ $15 به یک گروه لیبرال که کارشون تشویق رأی دهندگان بود اهدا کرده. اون هم از طریق یک پلتفرم کمک مالی وابسته به دموکرات‌ها. جالب اینه که توماس کروکس در یک آشپزخانه کار میکرد و عضو یک باشگاه تیراندازی محلی هم بود. FBI دستگاه‌های مشکوکی رو هم در خودرو و هم در منزل اون پیدا کرد که شامل مواد اولیه بمب دستساز بود. جالبه بدونید که بعد از گذشت چند سال این مسئله کاملا به فراموشی سپرده شده و دیگه در موردش صحبتی نمیشه، با وجود اینکه خیلی ابهامات در موردش وجود داره. جو بایدن که اون موقع رئیس جمهور بود و رهبران مختلف جهان این حمله رو محکوم کردن، ولی خب نمیدونیم ته دلشون چی بود. تصویر ترامپ خونالود اما سرسخت با مشت گره کرده در برابر پرچم آمریکا بدون شک به نمادی قدرتمند در کارزار انتخاباتی اون برای بازگشت به ریاست جمهوری تبدیل شد و شاید خود این تصویر باعث شده که اون رأی بیاره. به هر حال باید در نظر داشت که این ترور ذهن رأی دهنده‌های آمریکایی رو به سمت جان اف کندی، رئیس جمهور محبوب و ترور شده آمریکا می‌برد و خودش یکی از بهترین کمپین‌های تبلیغاتی بود.